حتما تا به الان با این موضوع دست و پنجه نرم کرده بودین که میخواستین طراحی رو توی المنتورتون پیاده کنین، ولی یا براتون سخت بوده و حالا نمیدونستین چطوری و با چه ویژت هایی این کار رو انجام بدین، و یا میدونستین باید چیکار کنین اما خب نمیدونستین که کدوم ویژت رو استفاده کنین و یا حتی ویژتش رو نداشتین. امروز میخوام دو تا ترفند جالب بهتون آموزش بدم. خب همونجوری که میدونید من توی پارت اول این توتوریال آموزشی هستم که قراره کلی ترفند و کارهای باحال فقط و فقط با المنتور انجام بدیم تا طراحی‌های خاصی رو داشته باشیم. هستم. بریم سراغ این که چطوری بهتون بگم که اولین بار اصلا ویژت هاتون رو بیشتر کنین و بتونین قابلیت های خود المنتور رو ارتقا بدین. خب شما میتونید از افزونه‌های استفاده کنین که هم رایگان هستن و هم پولی هستن و خب حالا نسخه‌هاش تمام موجوده، هم در مخزن وردپرس هم در فروشنده‌ای مثل راستچین و حالا ژاکت و این داستانا. توی حالا مخزن وردپرس چند تا افزونه من استفاده میکنم خودم. اولیش افزونه‌های پریمیوم المنتور یا همون پریمیوم ادان فور المنتور هستش و دومیش افزونه‌های شاد یا دوباره همون حالا هپی ادان فور المنتور هستش. جفت این افزونه ها رو شما میتونین خیلی روش حالا به قولن دسترسی‌هایی داشته باشین و تنظیمش رو کنین و به خاطر همین من دوستشون دارم، چون میتونم فقط چیزایی که لازم دارم و توی المنتورم اضافه کنم و از اونها استفاده کنم. همونجوری که می‌بینید توی بار برای من هستن و میتونم خب دستکاری‌هاشون رو انجام بدم، تنظیماتشون رو کم کنم، زیاد کنم و هر کاری دیگه ای. توی المنتورتون به این سبک اینا قرار میگیرن و خب همونجوری که می‌بینید خودشون یه بخش جداگانه دارن و طراحی‌های خاص خودشون دارن، مشخصه کاملا که کدوم افزونه چه چیزایی اضافه کرده به شما به ویجتاتون. و در کنار اون افزونه‌های شادمون یا حالا همون هپی ادان پرو یا هپی ادان المنتور که اسمش هست، یه کار جالبی که برای شما انجام میده اینه که به طور مثال من مثلا یه ویژتی رو اد کردم توی صفحه‌ام، یک سری قابلیت‌های دیگه توی بخش محتوا و استایل پیشرفته برای شما اضافه میکنه و اینا توی خود المنتور و المنتور عادی نیست. مثلا میبینید همینجا هم 3-4 مورد رو این کار برام انجام داده و خب خیلی خیلی شما میتونید کارهای بیشتری انجام بدین و این یه چیز خیلی خاص و متفاوته واقعا. این نحوه اینه که چطور شما اضافه کنین و ازشون استفاده کنین. حالا میخوام برم سراغ بخش دوم این ویدیو که بهتون اولین ترفند رو آموزش بدم. این ترفند جوری از استفاده از زبان HTML و CSS هستش که بیشتر HTML الان این حالا ویدیو و کارهای خاصی حالا نمیخواد بترسین چون که زبان برنامه‌نویسی نه، چون اینو شما میتونید هم با AI هم با سیستم ساده به دست بیارین. مثلا من توی این ویجت حالا چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که چطوری مثلا یه بخشی از نوشتمون رو یه رنگ دیگه داشته باشه یا حالا مثلا بولد باشه نسبت به بقیه. نیاز نیست شما دوباره دو تا ویجت اد کنین اینجا. توی همین ویجتی که هستین و حالا متنتون رو نوشتین توی بخش محتوا می‌بینید من با این تگ اسپند توی HTML اومدم اینو جدا کردم از متن اصلیم و روش سری کارا انجام دادم. شما هم میتونید همین کار رو انجام بدین. به طور مثال میخواین یک بخشی از یه متنتون رو یه رنگ خاصی بهش بدین یا بولدش کنین و یا هر چیزی، اونو توی تگ اسپند قرار میدین که حالا یه تگ باز و بسته داره و شما باید توی تگ بازش دیتاهاتون رو بنویسید و بین دو تا تگ همونجوری که می‌بینید اون متنی که دارین رو اینجا قرار بدین. با یه سرچ ساده قطعا راحت میتونید این کار رو انجام بدین و اصلا دشواری نداره براتون. و دیگه رنگش رو تنظیم کنین و یا حالا فونتش رو و هر چیز دیگه که لازم دارین. من توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم برای بخش‌های متفاوت دیگه از این قابلیت استفاده کنم تا بتونین خیلی طراحی‌های جالب و راحت‌تری داشته باشین، چون دیگه نیاز نیست که شما دو بخش خاص اینجا ایجاد کنین و متونشون رو رنگ‌های متفاوت قرار بدین براش. این بود دو تا ترفندی که امروز بهتون آموزش دادم و خواستم که بیشتر فوکوس کنم روی اینکه افزونه‌هایی رو داشته باشیم که کنم ویژتامون رو افزایش بدن و من سعی می‌کنم با همین افزونه‌ها و همین ویژت‌هایی که دارم توی ادامه کار برای شما طراحی‌های خاصی رو انجام بدم و در کنارش ترفندهای خاص‌تری رو آموزش بدم که بتونید طراحی‌های بهتری داشته باشین. تا ویدیو بعدی می‌بینمتون.